بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. البته که خیانت خیلی یک گناه خیلی عظیم و بزرگ است، اما وقتی که خیانت از جانب کسانی که منسوب به اهل علم و علما هستند وقتی که صادر می شود و اون هم در یک وقت و در یک شرایطی که امت اسلامی در یک حالت خیلی وخیم و در یک حالت خیلی ناگوار و سخت و شدت قرار دارد، اما وقتی که خیانت در همچین حالت از جانب کسانی که منسوب به اهل علم و علما هستند وقتی که صادر می شود بسیار جای درد است برای امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. در حقیقت بسیار جای درد است، بسیار جای درد است برای امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که عده از کسانی که مردم به اونها خوشبین بدن، حسن ظن داشتن، یا حد اقل در همچین شرایط های سخت، در همچین حالت های وخیم حد اقل از پشت ملت اسلام شدن، حد اقل از یک زن مسلمان ضعیف محجبه که به خاطر دینش توهین می شود، به خاطر آزادی شخصیش مورد اهانت قرار می گیرد، حد اقل از اونها دفاع می کردن، حد اقلش این که چیزی نمی گفتن. حالا این که وظیفه یک اهل علم و علما در همچین حالت و در همچین شرایط این است، این که باید برای مردم حقیقت را بیان بکند، در کنار فرزندان اسلام و مسلمان ها باشد، در کنار مستضعفین باشد، از مستضعفین دفاع بکند و حقیقت را برای مردم بیان بکند، ولو این که با قیمت جانش باشد، ولو این که با او تهدید می شود، ولو این که جانش در زیر خطر است. وظیفه یک عالمی ربانی این است. ولیکن بجای این که از یک مستضعف دفاع کرده بشود، بجای این که از قانون الله عز و جل دفاع کرده بشود، اما متاسفانه این گونه انسانها در کنار کفار، در کنار دشمنان اسلام، در کنار کسانی که قانونی بر علیه قانون الله عز و جل صادر کردند، در کنار کسانی که اونها بر علیه اسلام و مسلمان ها اونها استاد شدند، وقتی که میبینی که عده از کسانی که منسوب به اهل علم و علما هستند در کنار اینها قرار میگیرند، در حقیقت بسیار جای درد است برای امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و برای ملت اسلام و مسلمان ها. بسیار جای درد است که اینها این امت مستضعف را تنها گذاشتند. علاوه بر این که اینها تنها گذاشتند، در صف این کفار ایستادند و قانون دشمنان الله عز و جل را که بر علیه اسلام و مسلمان ها هست و دشمنیش واضح و صریح و آشکار است که بار اول نیست و این قانون اولین هم نیست، بلکه صدها قانونهایی است که بر علیه اسلام و مسلمان ها هست، عبارت از منع کردن جوان ها از مسجد، به زندان انداختن علمای ربانی و طالب علمان ربانی، پیش دعوت توحید و اسلام را گرفتن و مردم را از تعلیم و آموختن قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باز داشتن و صدها قانونهای دیگری که بر علیه اسلام و مسلمان ها برآوردن. این گونه انسان ها در کنار اینها ایستادند و قانونهای کفری اینها را توجیه کردند، عسکر اینها شدند و خستند و گفتند که نه، ایجا یگان مخالفت با گفته الله نیست، قانون برآورده به ضد دین و شریعت الله عز و جل را توجیه کردند، گفتند که نه، این قانون ضد الله، جنگ کردن ضد الله و ضد دین و ضد دیگر و امثال این، گفتند که این گونه گپ ها نیست، توجیه کردند. همچنانی که هر وقتی که دشمنان اسلام بر علیه اسلام و مسلمان ها قانون می برآورند، همچون علمای درباری و سوقی که هست که قانونهای اونها را و سخنهای اونها را توجیه میکنند، در حالی که مخالفت اونها صریح است، توهین کردن اونها به دین الله عز و جل، بدبینی اونها نسبت به قانون الله عز و جل، به دستورات الله عز و جل واضح و آشکار است، ولیکن اینها آمدند و باز توجیه کردند. هر وقتی که قانون میبرند این علمای درباری میبرند و چیکار میکنند؟ توجیه میکنند.
آیا شما از الله عزوجل نمی ترسید؟ آیا شما آنچه که خواندید بار شما را به تأمل و اندیشه نمی آورد که شما تا کی در کنار این دشمنان اسلام می ایستید؟ تا به کی شما سخنهای این کفار و دشمنان اسلام تا به کی شما توجیه میکنید؟ وظیفه یک عالم، وظیفه یک طالب علم، وظیفه یک کسی که منسوب به اهل علم و علما است، وظیفه چی است؟ الله عز وجل میفرماید: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. الله عز وجل میفرماید که زمانی که الله عز وجل اون عهد و پیمان را از کسانی که برای اونها کتاب داده شده، عهد و پیمان را از اونها گرفت. عهد و پیمان چی بودک؟ عهد و پیمان از اهل علم و علما چی بودک؟ این است که لتبیننه للناس ولا تکتمونه، که شما حتما، ببین علامه تأکید و نون تأکید است، که حتما شما برای مردم حق را بیان میکنید، حق را تبیین میکنید، ولا تکتمونه، کتمان حق نمیکنید، بلکه حق برای مردم بیان میکنید. عهدی که الله عز وجل از اهل علم و علما گرفتگی است این است، ولیکن اونها عهدشان شکستند. فنبذوه وراء ظهورهم، عهدی که به الله داده بودند که برای مردم حق بیان میکنند و کتمان حق نمیکنند، این عهدی که به الله داده بودند ایرا شکستند و ایرا پشت پرتافتند. بله، به خاطر متاع دنیا، به خاطر وعده هایی که برای اینها کردگی هستند. واشتروا به ثمنا قلیلا، این دینشون به عوض اندک متاع دنیا. ببین الله عز وجل نگفتن که ثمنا کثیرا، بلکه فرمودن که ثمنا قلیلا، بر عوض اندک متاع دنیا دینتون فروختید، عقیدتون فروختید، در کنار کفار و دشمنان اسلام قرار گرفتید و سخنهای اونها را توجیه کرده ایستادید. فبئس ما یشترون، چی بد آنچه که اینها خریدن. بله، بد آنچه که اینها خریدن، چی بد است آنچه که اینها خریدن، چی بد است که اینها به عوض اندک متاع دنیا آخرت خود را فروختند، آبرو عزت خود را فروختند، هم در دنیا خسارت دیدن و هم در آخرت. چی بد است. اینجا است که ابن کثیر رحمه الله میفرماید که و فی هذا تحذیر للعلماء ان يسلكوا مسلكهم فیصیبهم ما اصابهم. ابن کثیر رحمه الله میفرماید که در این آیت تحذیر است برای علما، در این آیت برحذر شدن است برای علما، اینکه مبادا مسلک اونها را، راه و رویش همون کسانی که از اهل کتابی که عهد و پیمان دادن که برای مردم حقیقت را میگویند و کتمان حق نمیکنند، ولیکن عهدشان شکستند، به عوض اندک متاع دنیا، به عوض اندک متاع دنیا و متاع گذرا و متاعی که افانی میشود و از بین میرود، آخرتشان فروختند، دینشان فروختند، عقیدهشان فروختند. در اینجا میگه برحذری است، تحذیر است برای علما که مسلک اونها را، راه رویش امون اهل کتاب دنباله بکن و راه رویش اونها را بگیرن. فیصیبهم ما اصابهم، پس برسد برای اونها آنچه که برای اونها رسیدک، آن مصیبت، آن عذاب، آن وعید، آن لعنی که برای اونها رسیدک. برای این گونه انسان ها، این گونه علمایی که حق را پنهان میکنن، حقیقت را برای مردم نمیگن، با وجودی که حقیقت را برای مردم نمیگن، سخن طاغوت را توجیه میکنن، در حالی که سخن طاغوت واضح و آشکار است، دشمنیش به دین الله عزوجل واضح و آشکار است، توهین کردنش به حجاب و دین و اسلام واضح و آشکار است. ولیکن بدتر حتی از علمای اما اهل کتاب که حقیقت را پنهان کردن، حتی بدتر از اونها که اینها در صف اونها ایستادن و سخنهای طاغوت توجیه کردن. خود حقیقت را بیان نکردن یک جرم
کتمان حق و کتمان علم کردن این یک جرم، اما باز در صف این طاغوت ایستادن و سخنهای این توجیه کردن و در همچنین شرایط و در همچنین حالتی که امت اسلام در یک حالت خیلی وخیم و خیلی شدید و سخت قرار دارد، آمدند و در این تاریخ ننگاور داخل شدند. در این تاریخ ننگاور خودشان ثبت نام کردند که قسم به الله که لعنتی نسل امت اسلامی و فرزندان اسلام بر این گونه اهل علم و علمایی که دینشان فروختند و سخنهای طاغوت توجیه کردند، قسم به الله که نفرین و لعنتی فرزندان اسلام در تاریخ ثبت خواهد شد. خیانت این گونه انسانها در تاریخ ثبت می شود و اینها فراموش نمی شوند. نسل‌های بعدی که میاد به اینها لعنت میفرستند. لعنت به شما کسانی که وظیفتون بیان کردن حق بود، مردم را به سوی حق راهنمایی کردن بوده، کتمان علم نبوده بلکه حقیقت را بیان کردن بوده، ولیکن شما در صف طاغوت ایستادید، دینتون فروختید، عقیدتون فروختید، در صف اینها ایستادید. شما را لعنت کننده ها لعنت میفرستند. الله و ملائکه الله بر شما همچین علمایی که حق را پوشاندید در صف طاغوت ایستادید، سخن طاغوت را توجیه کردید، قسم به الله که لعنت الله و لعنت ملائکه بالای شما است. چنانه که الله عز و جل می‌فرماید: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بله، همان اون کسانی که کتمان میکنن آنچه که ما نازل کردیم از بینات و از هدایت، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از این که ما بیان کردیم را برای مردم در کتاب، کتمان میکنن، حقیقت را پنهان میکنن. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. اینها کسانی هستند که لعنت الله برای اینها است. الله بر اینها لعنت میکند و همچنین لعنت کننده ها یعنی ملائکه بر اینها لعنت میکند. اینجا است که ابن کثیر رحمه الله در تفسیر و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس میفرماید که در اینجا تحذیر است برای علما، بر حذرشان است بر علما که اینکه راه روش امون علمایی که حقیقت را پنهان کردن، مصیبتی که بالای اینها آمد بالای اینها را همین مصیبت نیاید. یک تحذیر است. و همچنین فرماید که فعلى العلماء ان يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. برای اهل علم و علما لازم و ضرور است این که آنها ببخشند و بدهند هر آنچه که در دست اونها هست، در توانایی اونها هست، هر آنچه که در دست اونها از علم نافع است، از آن راهنمایی هایی که به عمل صالح است، به سوی عمل صالح است. برای اهل علم و علما لازم است که مردم را به سوی این ارشاد بکنند، راهنمایی بکنند، مردم تعلیم بدهند. ولا یکتموا منه شیئا، و هیچ چیز از علمشان کتمان نکنند. چنانه که در حدیث ذکر می شود که من سئل عن علم فکتمه الجم یوم القیامة بلجام من النار. هر کسی که اگر سؤال کرده شد از علم پس او را کتمان کرد، او را نگفت، در روز قیامت این نفر لجام زده می شود از لجام آتش جهنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حقیقت را پنهان کرد، حقیقت را نگفت. حالا چی برسد کسی که با وجودی که حقیقت را نمیگد اما سخن طاغوت را توجیه میکرد و در کنار اونها می ایستاد؟ پس ای کسانی که منسوب به اهل علم و علما هستید، قسم به الله که شما پیش الله عز و جل مسئولیت خیلی عظیم و بزرگ دارید. شما به قدر استطاعت و توانتان آنچه که از علم نافع در نزد شما هست برای مردم بیان بکنید، مردم را تنها نگذارید، مردم را راهنمایی بکنید، مردم را متذکر بشوید با گفته الله عز و جل. الله برای شما علم داده است. برای چی؟ برای اینکه شما سکوت بکنید، برای اینکه شما حقیقت را نگید،
برای اینکه شما بگید که من میترسم و نمیتونم گفته، آیا از اون روزی که در پیش محکمه الله عزوجل حاضر میشوی و الله عزوجل تو را سوال میکند که چرا من برای تو علم دادم، چرا نگفتی، چرا حقیقت را برای مردم بیان نکردی، چرا از این علمت به مردم منفعت ندادی، آیا از اون عذاب الله عزوجل نمیترسی؟ آیا حق دارتر این نیست که از عذاب مردم و از عذاب مخلوق دیده از عذاب الله عزوجل بترسی، حقیقت را برای مردم بگویی؟ از این خاطر ای اهل علم و علما، ای طالب علم ها و ای کسانی که منسوب به اهل علم و علما هستید، قسم به الله که مسئولیت شما پیش الله عزوجل خیلی عظیم و بزرگ است. روز قیامت نشود که الله عزوجل استادمان بکند و بپرسد و بگوید که وقفوهم انهم مسئولون، اینها را نگه بدارید، اینها را نگه بدارید، از اینها سوال بکنید، اینها سوال شنی هستند که چرا اینها حقیقت را نگفتند، چرا ملت مسلمان را در تنهایی گذاشتند، چرا در جایی که مسلمان ها چقدر احتیاج داشتند به کسانی که اونها را توجیه بکنند، اونها را راهنمایی بکنند، چرا حقیقت را پوشاندید، چرا در کنار امت نایستادید، چرا حداقل با اون استطاعت و توانایی که الله دادگی هست چرا یک بارم نبرآمدید صحبت بکنید و حق برای مردم بیان بکنید؟ پس خیلی مسئولیت خیلی عظیم و بزرگ پیش الله عزوجل دارید. از این خاطر هر کسی که استطاعت و توانایی دارد، اولا از خانواده خودش، بعدا از اون دوستان و اقارب و خویش تبار و دوستانی که هست، اونها را بیاموزاند، تعلیم بدهد. اگر هر طالب علمی که حقیقتا طلب علم کردگی هست و حقیقتا دیرش میسوزد به اون چیزی که طلب علم کردگی هست، وقت دادگی هست، زحمت ها کشیدگی هست، اگر ذره احساس مسئولیت خودش را بکند، اگر با قدر همون استطاعت و توانش هر کس اگر به وظیفه خودش مشغول بشود، خیلی در مدت خیلی کوتاه این مشکلات ها برطرف می شود، مردم برمیگردند به سوی عزت، به سوی دین. ولیکن مشکل در اینجا است که امروز مردم از دینشون آگاهی ندارند به صورت صحیح و درست. پس اینجا است که برای اهل علم و طلاب علم لازم است که باید که در کنار این امت قرار بگیرند و در درد این امت خودشون را شریک بکنند و آنچه که الله عزوجل برای او علم نافع دادگی هست در خدمت مردم قرار بگیرند و مردم را راهنمایی بکنند و تعلیم بدهند. و ان شاء الله که با کمک و فضل الله عزوجل وقتی که مردم فهمیدن از راه صحیح و درست و متوجه شدن با قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و با توجیهات الله عزوجل، با راهنمایی الله عزوجل، با ارشادات الله عزوجل و سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، در وقت اونها میتونن که برای دینشون، برای اسلامشون، برای عقیدهشون یک کار انجام بدهند. و اما بدون آموختن دین، بدون یاد گرفتن دین، این امت بیدار نمیشود و بیدار نخواهد شد. بلکه یکی از اسباب ذلت و بدبختی این امت این دوری از علم است، دوری از یاد گرفتن توحید است، دوری از یاد گرفتن کتاب الله عزوجل و سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است. همه کتاب مورد مطالعه قرار میگیرد مگر قرآن. به همه کتاب توجه میشود الا مگر به قرآن. چرا؟ قرآن کتاب الله عزوجل مایه سعادتمندی ماست، چرا این مورد مطالعه قرار نمیدیم؟ چرا آنچه که میخوانیم تلاش نمیکنیم که او را بفهمیم؟ تو اینکه الله عزوجل در این قرآن چی پیام برای بندگانش فرستاده است، چی مسئولیت ها فرستادگی است، ما چی مسئولیت داریم، باید چی کار بکنیم، برای چی خلق شدیم، وظیفه ما در این دنیا چی است؟ وقتی که مردم از این دستورات، وقتی که اگر آگاهی نداشته باشند، تعلیم نگیرند، نآموزند، پس این را بدانید که در این ذلت میمونند و خواهند ماند و از این ذلت بیرون نمیشویم و نخواهیم شد. یگانه آن چیزی که آن شما را امید میبخشد این قرآن و کلام الله عزوجل است و حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است. ای مردم، ای مسلمان ها، چنگ بزنید به قرآن، چنگ بزنید به سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، رجوع کنید، بر بگردید به کتاب الله عزوجل، بر بگردید به سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. برای شما هیچ حزب و هیچ جماعت و هیچ گروه برای شما هیچ کار کرده نمیتواند الا مگر اینکه همش به دست خود شما هست،
الا مگر اینکه شما به کتاب و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برگردید، آنطوری که سلف این امت بود در برابر دینشون چقدر اونها مسئولیت احساس میکردن، همون طور که شما برگشتید، الله عز و جل همون عزتی که برای اونها داد برای شما را الله عز و جل میدهد. الله عز و جل برای همگی ما و شما توفیق میده.